салом. Шумо Ромиш? Ман Дилрабо аз ташкилоти ёриҳои бидуни марз. Дарои. Марҳамат чине. Ташаккур. шумо дар қайди ташкилоти мо ҳастед. Пагоҳ соати 12 ман шуморо дар назди духтур интизорам. Марҳамат, ин корти ман. ҳатман биёед. саломат бошед. Бешиште. Ташаккур. صبح بخیر. ناز خوردید؟ بله. تو مثل مادری رحمتیت و هم بر وقت میخست. که بیدار نمیشدم خوراک تیار بود. ماهیگیری دیروزا چی شد؟ نپرسی. من فقط دوسیه چی ماهی گرفتم و خلاص. دیلی که از همه زیاد گرفته است. سیتورا با گفتم که اومده ماهی را بیرون کنه. خیلی خوب میشد با ما میرفتی. وقتش میشود. میدونی کن. ماهیگیری را اونقدر نقص نمیبینم. با سیتورا مصلحت چی شد؟ اکاش رو دیدم. وای تایور همه تو را حسابی خودش گذارم. یکی من روزی نشدم. درست بچم. توی رو خودمون میگذرونیم. چند سال بودید که مادرم گذاشت؟ اون وقت تو کودک بودی. چی بود؟ هم میتوانستید زنی دیگر بگیرید. زندگیتون رو پیش میبردین. میدونی در زندگی من تو هستی و من از زندگیم راضیم. مثل که من گناهگارم. هیچگاه این خیلی نگوی. استید مخلوق میشه. نمیخواستید که من مادرم درد داشته باشم. من از کار دیر کرده ایستادم. کورته‌ام رو گزمال کنم؟ من کورته رو گزمال کردم. حاضر میدهم. تشکر. سیتوره ساعت چند داره؟ سلام بچه ها. دادا جان غم نخوری ساعت 6. ماله غم نمیخورم لیکن شیرینی رو من میگیرم. خوب شده است. شهزاد تو بگونی؟ تو بگونی. دادا باز کشوده شده است. رحمان بتواند پوشه. ромиш маро дар берун мунтазир шав. шумо ба бемор кӣ мешавед? ман дар ташкилоти гуманитарӣ кор мекунам. мо ба чунин беморон ёрӣ медиҳем. ин бача ятим аст. касе надорад. дар кӯча калон шуд. ташхиси шумо чӣ натиҷа дод? кардиомиопатия муайян карда шуд. яъне ки дил кори худашро он қадар хуб иҷро накарда истодааст. ҳатман трансплантатсия лозим аст. мо ин хел ҷарроҳиро дар ин ҷо ҳам мегузаронем, аммо вақт лозим аст то ки донор пайдо шавад. мефаҳмед 2 ё 3 моҳ мондааст ба ин бача ки зиндагӣ кунад. агар дар бораи донор ягон маълумоте пайдо шавад, мо ба шумо ҳатман хабар мерасем. ташаккур. سلام چی رفته؟ کجا بگردی؟ روزی درست تو را میکنی. شرافت هم ندیدم گفت. در حقیقت بوز است بوز. رامیش با چم قسم خوردم که شخش را مشکنم. راست به همونجا. ایستا
ایستو. چی؟ ایستو. رومیش چی گفتی؟ رومیش. سلام علیکم. کدبانوی خوب بوده ای دخترم. آها. از مادرش یاد گرفتگیست. هیچ کاری نیست. مادرم شیرماهی را در فالگپ مزه‌تر میپزد. من هم به شما میپزم. مادری شهرزاد هم کدبانوی خوب بود. خودش هم با هنر است. میدانی دخترم، یک سوال دارم. لیکن راستش رو میگویی. پسری مرا دوست میداری؟ پرده هایتان. ما هم خیلی پرده داشتیم وقتی که خیلی خرد بودم. اگر شهزاد را دیر بینم یا آوازش را نشنوم زندگی هم نمیخورد. این محبت است یا نه نمیدونم، لیکن زندگی و شهزاد و به او دو دنیای دیگر هستند. نمیدونم به سوالتان جواب دادم یا نه. از من نرنج دخترم. فقط میخواهم که آن خطاگی‌هایی که من در زندگیم کردم شما هم تکرار نکنید. میبخشید. بازی کنیم چی؟ کیها باز زن و زنی نکردیم ها؟ بله. یگان روز دیگر بفرست شدم. رومیش؟ رومیش. رومیش؟ در رو نمیکشایی؟ در قلف نبود؟ ترسیدیم که یکم حادثه شده است. برای ترجمه در مدت 2 هفته. 2 هفته پس خدا خواهد همون پولدار میشویم گوی؟ اگر در رو نمیکشند برای چی میدروی؟ عجب مهمون نوازی. دوستان رو مگر همین خیلی پیش باز میگیرن. خود رو دوست نگیر. خفه شده ای. میدونم. لیکن بیهوده. یک حالتی بود که همه خودش رو فکر میکرد. خیر راست نمیگویم. ترسان چکی بزدیل مرا فروختی باز گریختی. این کاموش هم همراهی تو. رامیش گپهایت را خویده زن. گمان کردی که ترسیدم. این رو از کجا گفتی؟ برای کودکان نیست؟ میپرونم. میپرونی. برای پروندن دیلی گرده مرد در کار. رامیش. برو وردی پرون. نباشد زن هستی. رامیش. پرون. رومیش. دف شوید. دیگر در چشمم نتابید. حالا میبینیم. ایستو. آنها رو من نآوردم. در پدیز دریابم کردند. تو چرا اومدی؟ مادرم من تو پختن. گفتم به تو بیارم. شرافت تو از من چی میخوایی؟
من همش را گفتم نمیخواهم یگان کس را ببینم. مرا تنها گذار. رو. ромиш ту ку медонӣ التماس نگو که دوستم میداری. یک تیر داشته هسته. салом ромиш چی میخواید از من؟ ба ту гап доштам. من وقت ندارم. ист мегӯям ромиш ба ту гап дорам исто. چی میخواید از من؟ یا برای این کار موز میگیرید؟ به خوجینتون گوید که مرا دیدید. داروی سبیلیتون هم دادید. با من دیگر کاردار نشوید. تو اوه زود دیدم шаҳзод бия тӯро дар ресторани охир гузаронем. با من مخلوق نشو. بگذار قیمت باشد لیکن خوب باشد. ту киро ҳайрон карданӣ? من یک بار زن میگیرم. ваъда додиҳо? تو از همه این بالایی. سلام. خفه شدی؟ گفتم که یک کار ضرور داشتم. تا حاضر تمام نشد. سعی من باید روم. شاید که چند ماه نمی آیم. فرقش چی؟ میرفتی تو بیگونه کو؟ من یتیم. با تو این رو کی گفت؟ ما عهد یکا و دولاری کردیم. مردی این خیلی نمی شود. نیسا ما رو زد تو نیومدی. آمدم کو. گوش کن. من با تو یک چیز میگویم. هیچ وقت یگان کس رو نمون که با تو دست بردارد. همه وقت عوضن. تو فهمیدی؟ من بغیر از تو کسی ندارم. خود رو نگاه کن. من این رو گیر. یگان شیرینی میخری. رومیش تز بیو من تو رو منتظر میشم. زیبایی که من تو چه خیلی زیبا شدی. رفتیم بدرک نشون میدیم. رفتیم نشون میدیم. بدر ببینید ما چه خیلی زیبا شدیم. ما چه خیلی کلان شدیم. چقدر زیبا شده ای؟ بس یکم خیلی کار کردیم. تو رو کارم زیادتر. من دیگر میروم. ای کاری دنیا تماشایی نداره.
او مونده شدی چون که پیر شدی. خودت پیر. من از کار مانده نمیشوم. گوش کن حکایم بر من از همین شهزاد خواهش میکنم که اول تو را زنتیم بعد غمی خودش رو خورد کار زنی تو شده. ملقیده اگر با زن یکومد در باره زن دویومد دوگویم چی؟ ایوی ستر شوخی رو نمیفهمه که؟ بخوایی که مثل تو ترسم شک شد. من نمیترسم لیکن به فکرم نیست مردی که از همین زنش نترسه. خیز تو خیز از جایت خیز نگفتم من تو همه کار گفته زنم فراموش کردی همه را فراموش کردی. پرمان سلام پدر. تو چی آمدی؟ آمدم که دیر در کار نمانی. نه یک کمی کارمون تو را من دیرتر می آیم. من میرم همراه میره. بلوچه یک دقیقه انا این رو گیر. این چی؟ اگر پرده نو میخریم همراه خانه اپای فاطمه میرویم و او پرده ها رو میدوزن. پرده برای کجا؟ پرده های خانه ما نو میشود. یک لحظه لباسم رو عوض کنم. هیچ دیلم نمیکشد کار بروم. فقط همین روز فراموش نکنید که ما باید نزد دوزنده رویم. فراموش نمیکنم. الو چی میگوین؟ نمیشنوم شهزاد. باز دور میشنوم. سیتارا بعد از تو میتونی خونه را یک ماه نروبی. باز در کار میشود. من همین روز اومدن نمیتوانم. میباشی. چی شد؟ یک دوست کارم پیدا شده است. تو من رو ترساندی.
بچه من قند نخواهم قند گیرم اول خوراکت رو خور بخور چونکم بخور خور خور بومزه است چی میکوبی؟ باز نزدی همون دیدو نمیداری با اکا مقبول شدی گفتم که باید با پدرم به نزد پردادوز رویم. پدرم میخواهد که تو رو بعد از توی به خانه آزاده بیارم. خوش رویند میخوایی با تو میروم من خانه پردادوز رو نمیدونم. او یک شناسی پدرم. خاطر نشو. ما خودمون میرویم. خیر مایلش خیر. احتیاط کن اینجا دمگیر است. بیرون بخواهم. مرا ترسوندی بیرون بخواهم. نه جون خوب کن ناز میشوی شرافت خواهش میکنم مرا بر حالم گذار. هوای تازه دمگیر است. پیش رو نگاه نمیکنی؟ پیش ما رو گرفتی. در من را چیکار میکنی؟ بخشش بپرس. چی گفتی؟ رومیش اقلا بخشش نمیپرسی. این با پول خریدگی است. رومیش شد بس ایستو. همین لطفورا چیزی دزدی نیست. رومیش شد بس یک طرفی است. تو چی زحمت و عذاب کشیدی؟ از افتت معلوم که در عمرت کار کردگی نیستی که با قدر این لطفورا برسی. با من خیلی نگاه نکن. عجب و غضب نگاه میکنی. شاید برای همین ما رو کشتنی؟ در کار باشد میکشم. چی گفتی؟ چیزی که فهمیدی. یک طرفی است. با این چیز مرا ترسونده نمیتونم. پوسته بچه. تو مرا نمیدونی. این بازیچه رو بگی. برای پروندن جگر داشتن در کن. رومیش یک طرفی است.
جگر ها؟ رفتیم. من گفتم که بازی چیه؟ رامیش تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ او قدر عمر انسان رو از کجا میدونیست؟ دیگر چی میشود؟ چرا میخندی؟ مرا نترسون. زحمت گیر چی میگویی به عقل؟ چیزی که با این دنیای رسوا و سنگین نشود پروا ندارم. چرا میگویی رامیش التجا میکنم؟ تو میفهمی که چی کار میکنی؟ دهنت پوش. دیدنت نمیخواهم. لعنت به همتون لعنت. майор Талони ҷавоб дед. майор Талони балоқа اکا میبخشی چی شد؟ اینجاست. اکای چیکار اکا من گذارم ممکن؟ اکا آقای فرزندی من است. تو پسته شهرزاد 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 بچم تو چیکار کردی؟ سوال نرسون. چیکار کرد؟ سوال نرسون. برو شو. اینو دام باش میشه. فرزندی من خدا هم دیمون. تقدیر من. خود رو باز کن. او کودک است. نفهمم. او چرا شهرزاد؟ چرا فرزندی من؟ خشان شهرزاد کجا؟ خشان شهرزاد شما؟ شما پدرشان؟ بله. ما هر چی که از دستمون می اومد کردیم. پسرتان خیلی در وضعیتی وزنین. جراحی وزنین گذاشت. تیر راست به سرش زده است. حالا در حالتی کام قرار دارد. دکتر بچم زنده میماند؟ من هم امید به آن میبندم که زنده میماند، ولی باقی خواست خداوند. برو دیدن میخواستم. حالا نه، بعدتر سبک شود من خودم امکان میدهم به نزد پسرتان بدرید.
شما رو دکتر دعوت میکند. بیایید پدر. مرحمت. میبخشید پدر. هر چیزی که از دستمان می آمد کردیم. اما افسوس. شما می توانید حیات دیگری رو نجات دهید. اگر اجازت دهید دل شهزاد رو به دیگر کس گذاریم. بچه‌م رو کی بگیرم؟ بچه‌م رو کی گیرم؟ حجتهایت را فراموش نکن. زودتر رومیش، زودتر. من تو رو در بیرون منتظرم. معلش. خانم سلام. سلام اوکی.
Okey که var? این شهزاد توفه کرد. جراحی وزین از سر گذراندی. احتیاط کن. هیچ گپ نه. گفتن تا توی صحت می شود. این خواستگاری است؟ با تو مایروب چی در کار؟ به من فقط تو در کاری. رومیش سلام. سلام. خیر من میروم. من با تو زنگ میزنم. میلش. دختری نقص وقتی که درد تو رو با او گفتم هیچ از تو جدا نمی شود. بپروا نباش رومیش. او آدمی خیلی خوب است. سزاوار کسی بهتر باید شود. برای چی چنین فکرای بد میکنی؟ خودم رو ناز میدونم. فکرایت با من معقول نه. تو نوکک اجل رو فریب دادی. من نه تنها اجل رو فریب دادم. خودم رو و شما رو هم فریب دادم. شما ما رو نمیشناسید. من کارهای بد زیاد کردم. رامیش شاید کفارت گناهایت همین باشد. خداوند بهوده با تو دل نوتا نکرد. بعد کی میشوی از تو وابسته. من نمیفهم چرا نمیگویند این دل کیست؟ دیگر این دل تو گفتنش من است و از صاحبش خبر نمیدهند. یعنی که پدر و مادر وی مرا نمیدونند؟ در دنیا آدمان خیرخواه خیلی زیادند. همه‌اش خوب می شود. رومیش اومدی؟ اما خوب؟ مزبین شده ای تو. در کجا بودی؟ کیف چیکار دیگر شدی؟ در سفر بودم. بعد نخل بکنم. همان است. من این رو گیر. من اکنون اومدم. تیز می آیم. برو فکر کن. خب من رفتم. خیر. خیر. باز شما زنگ نزدید. پدر ما کار کرده ایستاده کار. رفیق مفتش شاید یاردمی من در کار. یاردم در کار نیست. گفتم کو در کار شد زنگ میزنم. اکا من منتظر زنگ شما. اکا انوار شما می؟ سلام علیکم. ها من زنگ زدگی بودم. آوردید؟ بله. میبخشید شما او را عمیق میابید؟ آدمی زنده باشد میبینیم. کل غم نخورید. از پشت من نگردید. من خودم زنگ بزنم. شما هم دلتان چی؟ قدر جوان با منم دل دیگر را گذاشتند. هیچ عادت کرده نمیتوانم. گویا که کرته دیگر کس را پوشیده باشم. پس گردانده نشود که این کار را برآورد. نوبت کی؟
дароед. خواجان شما دروید من بعد. رحمت پسرم تو درو. من سروسی من نیستم. درو. تصور میکنید با من دلی دیگر کس رو گذاشتند. هیچ عادت کردن نمیتوانم. عجایب. موسیقی ها با معینه ها جنگ میکنند و با گنچشکانه فش اهمیت نمیدادم. چی؟ چی رو میگوید؟ من درباره دل. کاری دیلتون قناعت بخش. چشم نرسد یگون خافی نیست. دوروهایی که نوشتم استعمال میکنید سری وقت؟ بله. آفرین. من باز یک دوروی نو رو توصیه میدهم. استفاده بر. کمی قیمت تر است لیکن بسیار زود تاثیر. دکتر. بله. من یک سوال دارم. مرحمت. وقتی که با آدم وقتی که دل بیگانه رو میگذراند چی میشود؟ میفهمی رومیش. جسم انسان عضوی دارناری رو یا قبول میکند یا نه. لیکن در حالت تو حالت اولاش راست آمد. و ما نیز خیلی خرسند هستیم. تشویش نکش. من این رو در نظر نداشتم. من او را یافتم باورم نبود لیکن شد انی کو است ما باید رویم. از کجا؟ من خودم گزبال میکنم شما روید لباساتون را پوشید. شما چی میخواهید از من؟ روزی دراز از پشتم میگردید. بچه من هم همین پاشهای وزیر داشت. شما؟ این بچه شما بود؟ بله. بیا شین. میدونی به نظرم دیدنی من او رو حیران نکرد، مثلی که انتظارم بود. حیران شدم. از چه حیران شدی؟ بعد چی شد؟ با گفتن وقت نبود. درباره بچه‌اش گپ میزد و گپ میزد. حرکت کردم که دردی دلم رو نبینم. بچه بیچاره رو غم دادن چی لازم؟ پر از درد و الم بود. تمام وجودم حس میکرد که چه دل او میتپد. نمیدونم با او چگونه مصیبت کنم. حس میکنم که او با من بیگانه نیست. تو نزد دکتر رفتی؟ ها. دارو داد. چی گفتند؟ گفت که همه خوب میشود. روزهای نزدیک من برای تو متن میارم برای ترجمه. خیلی خوب میشود. کار ندارم. با انور کی رو میخوری؟ بگوی دیگه. موی قپی میریم. موی قپی؟ نه موی گیری. بدونه اجگاری هم موی گرفته میشود. چرا نه؟ سربازی تو رو گرفتم. کرمی لای خوراک چی؟ بچه ها گفتن که در اینجا بدونه جواری موی نقص نمیزنن. بچه ها؟ شما پیش بچه میگرفته؟ من بوری دویم است که موی گیری آمدم.
شست‌های شهرزاد با جورهاش اینجا می آمد، ماهی می گرفت، می خواست که من هم عادت کنم، اما شما پدر خوب بودین. من هم پدر بودم هم مادر با او. از افتش رفیق نشدم، ماهی گیری هم یاد نگرفتم. ما همراه یاد میگیریم. چی رو؟ شخمت بازی رو؟ ماهی گیری رو. اما که انور شما ماهی ها رو میشناسین؟ من سزن رو از گل ماهی فرق نمیکنم. تو گمان میکنی که من فرق میکنم؟ خیلی رفتیم ماهی خریم، دست خالی بر نگردیم. یک از گفتی در فالگاه ماهی رو با مزه میپزد. حتی ماهی ها نوکر همیشه دودور است. در آینده میگیریم. چند نفر مهمان می شود؟ 3 نفر. رامیش، دلربا، زنی از شرکتی خارجی که با او یاردم میکند و یک دختر نامش در خاطرم نیست. عروسش؟ نمیدونم. پرسیدم نگفت همین خیر. عجیب. دوستش. من زبان شما جوانان را نمیفهمم. باز ظرف در کار. از یه گیر من حاضر. دخترم صورت رو بجا کن. شما نگفتید که شهزاد چخیل وفات کرد؟ نه، او به این هم خود را گناهگار حس میکند. درد و غم زیادی چی در کار؟ کاردرا نرس. اگر پرسد چی؟ نمیپرسد. میوه رو بیار، مهمان اومدم. السلام علیکم، خوش آمدن. سلام علیکم. سلام. شنو شوید؟ لیره با؟ سلام علیکم. سلام. شرفت؟ ستاره، میخواهم که شما رفیق شوید. مرحمت گذارید. مرحمت. مرحمت. مرحمت چینید. ستاره، موی تیار می؟ اینم برید. شما کمی یوری رسونید. تشکر. خوش آمدید. بود باشید. مرحمت. یک چیز گیرید. من از شما بسیار منتدار برای یاردمتون برامیش. ماهی های ما چی طور؟ دروغ گفتن نمیتوانید. مثل امک انورم. هیچ گم نه. یاد میگیرم. دروغ گفتن رو؟ ماهی گیری را. میبخشید نمک رو دهید. شما عروس شهزاد بوده؟ شاید که با شما شنیدن دشوار است، لیکن من او را حس میکنم. حس میکنم که امک انور هم به من نزدیک است. از شرم رویشون رو نگاه کردن نمیتوانم. برعکس شما رو دوباره به زندگی آوردید. وقتهای آخر هیچ کی را نمیخواست ببیند، لیکن حاضر با سبب شما همان امک انور شده است. شهزاد او آدم بهترین دنیا بود. چون این آدم را من دیگر نمیدونم و حاضر به مرگش باوری ندارم. با مهمان برید. خای، اکنون روی خانه ما رو میدونید. به دعوت اومدن گیرید. رحمت به شما. وقت من خوش گذشت. ماهی هم با مزه بود. آفرین به تو ستاره. تشکر. باز بیایید. شرافت، چرا زیخ نشسته بودی؟ همش خوب بود. کمی خود را بد حس میکنم. ما رو گسل نکنید. ما خودمون میرویم. خود رو احتیاط کن.
به خانه که رسیدی زنگ زن. من کودک نه؟ من میدونم. میبخشید. البته زنگ میزنم. خاطر نشد. ستاره رو تو خانه‌اش گسیل کن. حتما. ستاره؟ تو با کدوم طرف؟ طرف 102. خب من هم همون طرف. بیایید من به شما تاکسی میگیرم. رامش تشویش نکش. بهترش تو ستاره رو گسل کن، ما با شرافت خودمون میرویم. خاطر نشوید، من خودم میروم. شما بهتر مهمان ها رو گسل کنید. نه ستاره جون، رامش تو رو گسل میکند. شب خوش. شب خوش. همینجا خانه ما. این ترزه هاش. رحمت که گسل کردی. با تو رحمت. ماهی رو با مزه پختی. چهارم بار هست که میگویی؟ براستی؟ نفهمیدم. ستاره گوش کن. بیا شما نگویم. با من شما گفتن بهتر است. تو من فقط برای آدمای نزدیکم میگویم. دیر شد. مایلش. ستاره ممکن زنگ زنم؟ با کدام مقصد؟ هرچی می شود. ضرورت ندارد. خیر. شب خوش. مایلش. تو در اینجا چیکار میکنی؟ خوب گسل کردی نازنینت رو. حالی شناس نشده سرت را گم کردی ها؟ برای همین اومدی؟ نه. اومدم برات یک چیزی مهم بگویم. شرافت همه کارهایی که تو با من کرده ای من از تو خیلی میندارم. دیگر با تو در کار نیستم. چرا این خیلی میگوی؟ میخوایی که پاک بمونی. او را هم فریب نمیدهی. شاید با خانه داریم. عبدالرحمن سلام. بچه ها چه حال داره؟ برکت اومد. اگر ما این چی رسکوزی هست مرده من او پاپا خوردنه. برای فرزنده آخی، برای فرزنده. دیمه ای تو. اخی تو. من نمیخواستم که او رو مویندر کلام کنم. مویندرها هر خیلی میشن. این رو فهمیدم دشوار است. میدونی؟ او همین قدر خورد و ناتوانی بود که من رو همه دیوانه میگفتم. شاید حاضر هم گویم من پروا ندارم. آخه او فرزندی من است. رومیش تو من رو ببخش. شاید گپ‌های من با تو دردمند باشه. من میفهمم. گرچند مهری پدر و مادر رو نمیدونم چی کار کنم. من رهگم زدم. پیش حس نمیکردم. لیکن میدونم تو روز زندگی نمیکردم. خطاهایی که من کردم. خطاها رو اصلاح کردن ممکن است. فقط اراده باشد. اما که انور من میترسم. میخواهم گذشته رو اصلاح کنم. میفهمی که این امکان نداره. من هم در جوانی هم گناههای کردم.
میفهمی ما باید با هم باشیم. ما با یکدیگر در کاریم. میش چکلی برات؟ سلام. سلام. سلامتی چی خیلی؟ میگویند که اپیراتسا کردی؟ راست میگویم. خیلی با دیل بیگانه خودت را چه خیلی اسم میکنی؟ کنی نقل کن. یگان وقت دیگر سر و سومم. میبینم که دوستای پیشترت رو فراموش کرده یا؟ صابیر گفته بودم ما دوست نیستیم. بعضی چیزها در دستی تو موندن وقتی دوده نشد. نه بچه ها من خیلی میگویند میگیره دو دیگتر. میدونیم با این بچه هایت گیجو رو یک طرفیست. حالا میبینیم روما گذراند کو بچه ها رفتیم. باش نمیره. دودر داری شوی گیجو رفتیسم شی بارم مالش ستاره انتظاری ماست. خوراکی لذت شکاری امروزه ما هم بد نیست کن. اما کمر پای باز باور نمیکند که خودم رو گرفته. گوش کن اگر خواهی امشب در خونه من دیر شد کجا میری؟ فکر کن. انا خانم ستاره مهمان رو پیشواز گیر. نرخی ماهی در بازار چند؟ ما خودمون قفیدیم. اما کمر گپ زنه تو زودتر شستشوی کن. حساب چند بود؟ 12 با 13؟ چقدر 12 با 13؟ 16 با 9. آقا بچه خطا کو نکردی ها؟ شخم‌بازی هم فراموش کردم. چیه دخترم؟ اما کمبر من همه را تیار کردم باید روم. چقدر سرسی من؟ دیر شد. خیلی تشویش نکش. ما رو من خودم جا بجا میکنم. تشکر برای تو دختر. شب بخیر. سلامت باشی. وای بچه مگر غرق شدی یا بوی دادن نمیترسی؟ رامیش این من شرافت رامیش.
خلقت صبح بهره بردار تا روزی دراز آید صبح بخیر. دست خوب کردی؟ بله. بیا شین. برو تیار. بیا. از یخدان پنیر رو بگیر. تخم بریون از چند تخم تیار کنم؟ از 2. پنیر رو پاره کن. خوب نشد. ببخشه. کمی در خواب موندم. خودم تیار میکردم. من از این کار لذت میبرم. آمد. چایلیزم؟ ها. گفتی که خونه‌ات رو شرکت خارجی اجاره میکنه؟ بله. دلربا یاردم کرد. او یتیمان رو دستگیری میکند. پیش همه پول رو میدادم. ولی که به کار در آمدم نصفش را. من از آن کس خیلی میندارم. مثل مادرم است. منم حس کردم که انسانی خوب است. رامیش؟ بیا در همینجا زندگی کن. من تنهایم، کسی ندارم. نه میتونی یک بار جواب ندی. فکر کن. سلام. سلام. از پس من میگردید؟ خیلی شد یکدیگر رو میدونیم. شما باشد از من میگریزید. کیها میخواستم به شما رحمت گویم. برای چی؟ برای امک انورم. آن کس به من مثل پدرم. حس کردم. ستاره، من میخواهم با شما. در کار نیست رمیش. من با شنیدن عرض شما تیار نیم. الو؟ حاضر. حاضر. 918 61 64 35. فهمم. این صورت شهزاد است. ستاره، من کار دارم. زنگ بزنم. آمدی؟ من تشویش شدم. آخر وعده کردی. چرا خاموشی؟ پدر جان، ببخش مرا. ببخش مرا پدر. ببخش مرا پدر. تو باید زنده باشی. دلی من دویم باره نمی بردارد.
ромиш салом маро интизорӣ ту ҳатто норозигиятро пинҳон карда наметавонӣ ба ту метобад аз хонаи аввалат кӯчидӣ ҳо дар хонаи ма ки анвар зиндагӣ мекунам ӯ ҳам бо ту ҳаст шарофат ту бояд маро озод кунӣ медонам ман гунаҳгорам вале намехоҳам туро фиреб кунам чаро ин дурӯғбозӣ дурӯғ мехоҳӣ ки маро фиреб накунӣ илтимос бас кун яъне маро мехел метавонӣ истифода кунӣ ву партоӣ мӯйҳои ин сабукпоро мекалам ором шав он гунаҳгор нест айби ман аст чӣ хел айби ту кадом айб ман ситораро дӯст доштам чӣ хел ман чӣ мебахшӣ ман гунаҳгорам ту медонӣ дили киро дорӣ медонам не ту намедонӣ медонӣ ту киро куштӣ шарофат ман медонам наход кӣ ба ту гуфт ӯ чӣ ӯ ҳам медонад ба ӯ ин дард чӣ дар кор ин қадар аз сараш гузаштааст ки гуноҳи ман аст ҷавобашро ҳам медиҳам писари ӯро зинда карда наметавонам бо ҳамин зиндагӣ мекунӣ мекунам кафорати гуноҳамро дар ҳамин мебинам гуноҳатро бубахшида на ба ҳама дилат месӯзад ба ғайри ман илтимос бас кун шарофат ором шав ба ин велгард ҳам аз дилсӯзӣ хонадор мешавӣ ӯро ин хел нагӯй ин моро ҳар хеле ки мехоҳам мегӯям палид аст ӯ ин подошест ки аз ту мегирам лаънатӣ ҳеҷ вақт гуноҳатро шуста наметавонӣ одамеро кушта бо ба боварии падараш даромадӣ намехоҳам бубинамад аҷаб ахмақ будам ромиш ту имрӯз ҳатман бой медиҳӣ кай меоӣ омадан наметавонам чаро ба шумо гап дорам чӣ шуд ту дар куҷоӣ дар боғ шуморо мунтазирам шарофат ман медонам ки писари шуморо кушт аҷаб шаби зебо осмони пур аз ситораҳо пеш ман инро аҳамият намедодам ва умуман ба осмон нигоҳ намекардам ман бояд мемурдам аслан мурда будам ҳамеша ҷавоби саволҳои ман бенавоӣ буд боре аз худ пурсидам ман кистам ҷавобашро ҳам худам ёфтам
من آینه‌ام، آینه بی‌جلو. یک چیزی نو در کار. آه خدایا، تقدیر من همین باشد. رسمان طفلیتان باز شده است. شما گره مستحکم بسته نمی‌توانید. من گناهکارم. گناه زیاد کردم و تمام دنیا را گناهکار میکردم. میگفتم که همه باید پاداش عذابهای من را بدهند. دوباره امکان داشتم که اصلاح شوم، گناهایم را بشویم. میتوانستم، اما حالا او مرده است و من به جای او این ستاره ها را تماشا میکنم. آیا فقط به این سزاوار باشم؟ شهزاد را من پراندم. رامیش خیلی چی گپ میزنین؟ من با شما گپ ندارم. مرا دیدن میخواستید؟ شنید یافتم خیلی که وعده کرده بودم. درست کمی دیر شد ولی گفته بودم که یافتن این معما خیلی مشکل است. این گونه چیزها را سخت پنهان میکنند. چرا خرسند نیستید؟ اینجا همه معلومات درباره آدمی که دل پسرتون را با او دادند. آدرس، جای کار، حتی صورتش رو هم یافتم. کشنده‌اش حالا نامعلوم، کار دوام دارد. ایسته. شما با کجا؟ با اونجا ممکن نیست. ای احمق. با من ممکن است. زنده است؟ زنده. أنا در این مجرم. به نهایت میخواستم که شما را ببینم.
مرحمت باید طبیعت شناس ماما مرحمت روی صفحه ببخشید نوبتی من. سلام علیکم. علیکم سلام. خانه از کی اومدید؟ سفر. چی آوردید؟ در اینجا خوراک‌ها و چیزهای منفرد نیست؟ نیست. مرحمت. تشکر. روی صفحه. شما بالای کی میشه؟ پدرش. اثر نداره غمی دل نگفته بهتر همه کس جیگر نداره